منابع مستقل به خبرگزاری بانو میگویند که طالبان انستیتوت هنرهای زیبا در کابل را به ویرانه تبدیل کردند. این منابع که به تازگی موفق شدند تصاویری را از داخل این انستیتوت ثبت کنند میگویند که تمامی مجسمه های موجود در داخل انستیتوت شکستانده شده و تصاویر نقاشی شده نیز از دیوارهای انستیتوت جمع شدند. با گفته منابع مجسمه ها اخیراً در یک اتاق به شکل مخفیانه نگهداری می گردید. طالبان همچنین یک مجسمه بودا که با الهام از بودای بامیان در داخل محوطه انستیتوت ساخته شده را با پارچه بزرگ پوشانده اند. مقامات طالبان گفتند تراشیدن مجسمه و همچنین نقاشی حیوانات نشانه شرک و حرام است. این مقامات تأکید کردند که مجسمه ها و آثار نقاشی نیز به هدف مقابله با شرک از بین برده شدند. انستیتوت هنرهای زیبا که اولین بار در زمان شاه امان الله اساس گذاری شد، در دوران جمهوریت توسعه یافته و صدها دانشجو را در رشته‌های مختلف هنری از جمله مجسمه سازی، گرافیک و نقاشی سالانه جذب می‌کرد. دانشجویان این انستیتوت در سالهای اخیر آثار ارزشمندی را از خود بر جای گذاشته بودند. نقاشی‌های گرافیکی زیادی که دیوارهای این انستیتوت را تزیین کرده بود. مجسمه‌های زیبایی که در یک اتاق نگهداری می‌گردید. حالا اما تمامی مجسمه ها شکستانده شده و نقاشی ها نیز از دیوارهای انستیتوت جمع گردیده و دور انداخته شده است. منبع میگوید مقامات طالبان برای سال تازه تحصیلی اجازه توزیع فرم برای جذب محصل جدید را ندادند و به نظر می رسد که تلاش دارند این انستیتوت را بسته و از زمین فوتبال آن برای منظورهای دیگر مثل اجرای احکام قصاص و اعدام استفاده کنند. طالبان همواره با ابزارهای وسایل هنری به شدت مخالفت کردند، از آلات موسیقی گرفته تا ابزارهای گرافیکی. این گروه اخیراً تصویربرداری و نشر تصاویر انسان در رسانه‌های تصویری را نیز حرام و گناه کبیره خواندند. رهبر طالبان نشر هر گونه تصویر انسان در تلویزیون قندهار را منع کرده است.